خیلی زحمت کشتی حاجی. چی کار کردیم همون کمال؟ فرمون بردیم. فقط اسم میکنم 3-4 تا لاستیک کرس داره، درست میگم؟ وای عمو کمال دلت چک نگیر جون من. این ناموس شه، پولتم ضعیف بود. بنزش تو اسفال باج میگیرد یاد. تو چی بعد من نمیبری؟ بنویسمش. حالا صبر کن. ای چه وضعشه؟ می باید مرده یه جوری کام میگیری کاکا؟ می معامله چنی کردی؟ می ناراحتی ای معاملو؟ کاکا جان تو مطمئنی کل فشار میتونه بره؟ ها کاکا خاطرت جمع باشه، این تو جاده اسفالت باج میگیره، این نگاه جوریش نکن. بعید میدونم. بیا زشت سنی از گذشته بره یه پولا، خودتو ناراحت نکن. چه ای با قند میزنی یا با کشمش؟ نبات بهترمه. کاکا خودتو ناراحت نکن. چی کار کنم؟ بنویسمش؟ دست نگهدار یه دقیقی تا حالم یه سر جار. یه استرس شدیدی گرفتم، حالم داره بد میشه. کاکا استرس چی چیزشته؟ تو یه کار باشی ماشینه ببر انگاری تازه لنج گذاشتی زمین حرفا پدرم.